تا حالا به این فکر کردین که ریشه کریسمس از کجا میاد؟ میدونستین که کریسمس همون سال نو میلادی نیست و با هم فرق دارن؟ میدونستین که بابا نوئل افسانه نبوده و یه شخصیت واقعیه؟ ویدیو امروز ما درباره کریسمسه. تا آخرش هم یه سورپرایز دارم براتون. سلام بچه‌ها، چطورین؟ به چنل من خوش اومدین. امروز میخوایم درباره ریشه کریسمس، تولد حضرت عیسی مسیح و شخصیت بابا نوئل صحبت کنیم. اون سورپرایزی هم که بهتون گفتم به خاطر اینه که امروز تولدمه و آخر ویدیو یه سورپرایز دارم براتون، حتما نگاه کنید. قبل از هر چیزی دوست دارم یه موضوعی که خیلی رو مخمه و به شما بگم. توی ایران هر کسی میاد کریسمس رو جشن میگیره و حالا یک عکس یا یه ویدیویی توی سوشال مدیا شیر میکنه، همه بهش حمله میکنن اینجوری که یعنی چی؟ چرا تو داری کریسمس رو جشن میگیری؟ غرب زدی بدبخت، تو چی از کریسمس میدونی که داری جشن میگیری؟ و من اینجوریم که چه ربطی داره؟ یعنی ما نمیتونیم، مایی که تو ایران زندگی میکنیم یه مراسمی که جهانی شده رو ما هم جشن بگیریم؟ اوکی، ما نوروز رو جشن میگیریم، یلدا رو جشن میگیریم، خیلی چیزای دیگه هم جشن میگیریم، ولی وقتی یک آدمی شرایطش رو داشته باشه، موقعیتش رو داشته باشه و اون قسمت مالیش هم فراهم باشه، چه ایرادی داره؟ چرا کریسمس رو جشن نگیره؟ خیلی این واقعا خیلی یه جوریه برام، چون همش میبینم که کلی هیت میگیرن. برای من به صورت کلی اونقدر مهم نیست، ولی اگه وقتش رو داشته باشم خودم دوست دارم که هر سال جشن بگیرم. حالا که امسال داریم ویدیو میگیریم، ولی حالا شاید سال بعد بشه جشن گرفت. خب از تولد حضرت عیسی مسیح شروع میکنیم. مادر حضرت عیسی حضرت مریم بوده. بنا به نظری که باز مادر حضرت مریم داشته، حضرت مریم از کودکی توی صومعه بزرگ شده در کنار حضرت زکریا و همسرش و کل زندگیشو مشغول دعا بوده. حالا درباره تولد حضرت عیسی 3 تا روایت هست: روایت قرآن، روایت انجیل و روایت یهودیان. حالا من اگه بخوام هر 3 تا روایت رو تعریف کنم خیلی طولانی میشه و خسته کننده. روایت قرآن رو اکثر مسلمان‌ها قبول دارن، برای همین من همین روایت رو تعریف میکنم. روایت قرآن میگه که یک روزی حضرت مریم توی خلوتگاهی مشغول عبادت بوده و یک نوری نازل میشه و اون نور تبدیل به یک انسان میشه، یک انسان زیبارو و حالا خوشقامت. حضرت مریم حالا ازش میپرسه که تو کی هستی و اینا. اون نوری که نازل شد فرشته جبرائیل بود و حالا میاد به حضرت مریم میگه که خدا بنا به امر خدا تو باید فرزندی به دنیا بیاری. و خب حضرت مریم مجرد بوده و همسری نداشته و میگه که من خب وقتی همسری ندارم چجوری میتونم فرزندی هم داشته باشم؟ جبرائیل حالا اینجا آیه هاش بچه ها هست دقیقاً که دقیقاً چه چیزی رو به حضرت مریم میگه. حالا من نمیخواستم خیلی کتابی بگم، برای همین آیه هاشو ننوشتم، اما انگار که میگه که چون خدای تو بر همه چی دانا و تواناست، این کار هم یک چیز کوچکیه و میتونه به سادگی انجام بده و انگار در همون لحظه در گریبان حضرت مریم میدمه و از همون لحظه حالا میشه گفت شروع بارداری حضرت مریم بوده. چند ماه از این قضیه میگذره و زمانی که حضرت مریم به زایمانش نزدیک میشه از شهر خارج میشه، چون بالاخره همه توی شهر حضرت مریم رو میشناختن و میدونستن مجرده و همه میدونستن زن پاکیه و بدکاره هم نیست. برای همین خیلی برای حضرت سخت بود که بخواد توی شهر بمونه و زایمان بکنه. از شهر خارج میشه، در زیر یک درخت خرما همونجا میشینه و خب اونجا همش با خودش داشته حرف میزده و از خدا درخواست کرد که بعد از مثلا به دنیا اومدن فرزند منو بکش، چون من با این شرمساری نمیتونم وارد شهر بشم و بگم خب این بچه از کجا اومده. و اینجا هم جبرائیل نازل میشه و بهش میگه که تو روزه سکوت بگیر و همه چی رو بسپار دست خدا. بعد از زایمان هم حضرت بچه‌شو میگیره و میره داخل شهر. حالا وقتی پیش قوم خودش میره، اونا بهش میگن که خب این بچه از کجا اومده؟ تو خانم خوبی بودی، تو یک خانم مؤمن بودی، این بچه تو مجرد این بچه از کجا اومده؟
و حضرت چون روزه سکوت گرفته بود به فرزندش اشاره میکنه و فرزندش به اذن خدا در اون لحظه حرف میزنه و میگه که حالا من بازم میگم اینا آیش هست ولی من دقیق نمیخوام بگم. میگه من پیامبر خدا هستم و از سمت خدا بر شما نازل شدم. دیگه همچین چیزایی میگم. حالا آیه هاشو اگه توی گوگل سرچ کنین دقیق میاره براتون. با حضرت مریم رفتارشون بهتر میشه و قبول میکنن. هرچی جلوتر میریم رفتار قوم یهود با حضرت عیسی بدتر میشده. یعنی خب حضرت عیسی به فرمان خداوند یک سری معجزه هایی رو انجام میداده، اما قوم یهود وقتی این معجزه ها رو میدیدن حضرت رو جادوگر خطاب میکردن و قبول نداشتن که پیامبری از طرف خداست. برای همین رفتارشون باش بدتر شده بود. حالا یه سری از معجزه هایی هم که انجام میداد و بخوام بهتون بگم، شفا دادن بیماران، بینا کردن یک کور مادرزاد و زنده کردن مرده ها. قوم یهود گفتم دیگه حضرت رو جادوگر خطاب میکردن و به صورت کلی با حضرت مشکل داشتن و حالا این مشکلات به جایی رسید که قصد کشتن حضرت عیسی کردن. طبق روایت قرآن این حضرت هیچ وقت کشته نشده. حالا این داستانی هست که میگن حضرت به صلیب کشیده شده و اینا، برای یهودیا و مسیحی هست. طبق روایت قرآن حضرت عیسی هیچ وقت به صلیب کشیده نشده، بلکه یکی از یارهای حضرت عیسی که همون 12 حواریون، یکی از این حواری ها به اذن خداوند که خودش حالا داوطلب شده بود به شکل حضرت عیسی در میاد و وقتی که قوم یهود میان اونجا و این حواری رو میبینن که به شکل حضرت عیسی در اومده، همین رو میگیرن و به صلیب میکشن. قرآن میگه که همون موقع حضرت عیسی به آسمون عروج پیدا کرده و هیچ وقت کشته نشده. یک داستانی هم هست که میگه که 10 تا نشونه برای قیامته. یکی از اون نشونه هایی که ما میفهمیم قیامت داره نزدیک میشه اینه که حضرت عیسی به همراه حضرت مهدی ظهور میکنن. این روایت قرآن بوده بچه ها. حالا اگه دوست دارین که روایت انجیل و روایت یهودی ها رو هم بدونین میتونید تو گوگل سرچ کنین، گوگل، یوتیوب، حالا هر جایی که راحت ترین. روایت یهودی ها که کامل فرق داره. حالا اگه دوست داشتین سرچ کنین و بخونین. حالا بریم سراغ شکلگیری تقویم میلادی. تقویم میلادی اول اینو بهتون بگم که گفته میشه 4 تا 6 سال قبل از تولد عیسی مسیح شکل گرفته. یعنی تاریخ شروعش 4 تا 6 سال قبل از تولد حضرت مسیح بوده. توی سال 1582 پاپ گریگوری 13 یک سری از مقامات و کشیش ها رو جمع میکنه و بهشون میگه که این تقویمی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم قدیمی شده. حالا اون تقویم چی بود؟ اون تقویم اسمش تقویم جولیان بود که اولین تقویم 12 ماهه بود. تا قبل از این تقویم مردم تقویمی که استفاده میکردن 10 ماهه بود. اصلا 2 ماهش رو استفاده نمی‌کردن و این اولین تقویم 12 ماهشون بود که اسمش جولیان بود، به افتخار جولیوس سزار پادشاه روم باستان. و حالا جمع کرد این مقاماتو و گفتش که این تقویم قدیمی شده دیگه، کار نمی‌کنه، ما نیاز به یک سازوکار جدیدی داریم. و حالا اونجوری که باید محاسبه می‌کردن محاسبه کردن و تقویم میلادی بعد از تقویم جولیان روی کار اومد. اوایل اصلا چیزی به اسم کریسمس نبود. کریسمس معنیش میشه جشن مسیح. اصلا همچین چیزی وجود نداشت. مردم یک عیدی به اسم عید پاک داشتن که اونو جشن میگرفتن تا اینکه توی سال 336 پاپ جولیوس میاد تاریخ 25 دسامبر رو تولد حضرت عیسی مسیح معرفی میکنه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. یعنی طبق روایات قرآن و طبق روایات حالا انجیل اصلا حضرت عیسی توی فصل گرم به دنیا آمده، چون گفته شده که حضرت مریم به بیابون میره و زیر یک نخل زایمان رو انجام میده. انگار در همون هنگام زایمان هم از درخت نخل خرمایی میگیره و میخوره. چجوری؟ حتی اگه زمستون هم بوده باشه خب همچین چیزی یکم غیر واقعی به نظر میرسه. و حالا میگن که چرا پاپ جولیوس اومده 25 دسامبر رو تولد حضرت عیسی مسیح معرفی کرده. به خاطر اینه که اون موقع خیلی زمستونای سردی داشتن و به خورشید به چشم یک منجی نگاه میکردن. یعنی بعد از اینکه حالا زمستون تموم میشد و حالا خورشید میومد،
اینا خورشید و منجی خودشون میدونستن، خورشید و نجات دهنده میدونستن و اعتقاد داشتن که خدای خورشید اسمش میتراه و 7مین روز هفته به دنیا اومده. سان خدای خورشید، ساندی که میشه یک شنبه، 7مین روز هفته. برای همین خیلی هم میگن که این آقای پاپ جولیوس بر اساس خدای خورشید یا همون میترا که 25 دسامبر به دنیا اومد مثلا چون حضرت مسیح هم نجات دهنده میدونستن و خب میترا هم از نظرشون نجات دهنده بود. حالا میگن که این تاریخ رو با اون تاریخ اومدن یکی کردن و گفتن که 25 دسامبر تولد حضرت عیسی مسیحه. ولی خب خیلی ها اعتقاد ندارن و حالا یه تاریخ دیگه، حالا هر تاریخی که دوست دارن و فکر میکنن که توی اون تاریخ حضرت به دنیا اومده جشن میگیرن. خیلی ها انگار توی روسیه 6 ژانویه رو جشن میگیرن. بالاخره حالا از 25 تا 6 توی این بازه کریسمس رو جشن میگیرن. هیچ جایی به صورت دقیق ذکر نشده که حضرت توی این تاریخ به دنیا اومده. برای همین نامشخصه. حالا 25 دسامبر از قدیم مونده ولی به صورت حالا حقیقی بخوایم به این موضوع فکر کنیم واقعا هیچ تاریخ دقیقی برای تولد حضرت وجود نداره. ولی خب هرچی میرفتیم جلوتر این جشن از حالت مذهبیش خارج میشد، چون این جشن در واقع قرار بود یک جشن مذهبی باشه ولی حالا پارتی های شبانه اضافه شد، مشروب و حالا خیلی دنس و خیلی چیزای دیگه که این داشت مسیحی‌ها و افراد مذهبی رو اذیت میکرد، تا اینکه تو سال 1647 پارسایان که تازه به قدرت رسیده بودن میان جشن کریسمس رو ممنوع میکنن. باور پارسایان بر این بود که هر چیزی که توی کتاب مقدس نوشته نشده حرامه و کریسمس هم توی هیچ کجای کتاب مقدس عنوان نشده بوده، پس جشن حرامیه و اینا ممنوع کردن. یعنی از سال 1647 این جشن ممنوع اعلام شد. هر چیزی که مربوط به کریسمس بود اون موقع ممنوع و جمع شد، به جز روز تعطیل، یعنی 25 دسامبر فقط تعطیل بود، همین، بقیه چیزاش همش جمع شده بود. تا اینکه تو قرن 19 که پارسایان از قدرت برکنار شدن دیگه مردم کم کم داشتن دوباره به کریسمس برمیگشتن. حالا چجوری؟ توسط یک سری از نویسنده ها مثل چارلز دیکنز و حالا خیلی های دیگه اومدن کم کم داستان ها، سرود های کریسمس اومدن این چیزا رو اضافه کردن و توی این داستان هاشون کریسمس رو یک جشن خیلی صمیمی، یک جشنی که خانواده ها دور هم جمع میشن و یک فضای گرم و دلنشینی داره معرفی کردن. همینجور شد که دوباره کریسمس برگشت و مردم دوباره از قرن 19 به بعد کریسمس رو جشن میگرفتن. کم کم مثلا تانکسگیوینگ بهش اضافه شد، بلک فرایدی اضافه شد و کلی چیزای دیگه. یعنی از همون تاریخ شروع شد و هی هم داره هی چیز میز به کریسمس اضافه میشه. بچه‌ها من اینو یادم رفت بهتون بگم، 25 دسامبر تولد حضرت عیسی مسیحه و یا همون کریسمس که مردم جشن میگیرن، اما شروع سال جدیدشون 1 ژانویه میشه. یعنی 25 دسامبر همون کریسمس شروع سال جدیدشون نیست، در واقع 1 ژانویه سال جدیدشون شروع میشه. اما توی این فیلم‌های خارجی میبینیم که اکثرا 2 تا جشن میگیرن. یه جشنیه که اوله و معمولاً با خانوادهشون هستن، یه جشنیه که دومه و معمولاً با دوستاشون هستن. اون جشن اول همون کریسمسه که معمولاً نوجوان‌ها با خانوادهشون هستن، کلاً معمولاً با خانواده میگیرن این جشنو. اما سال نو که همون 1 ژانویه است معمولاً حالا میرن پارتی با دوستاشون، خوشگذرانی و این چیزا. حالا بریم سراغ داستان بابا نوئل. توی سال 270 میلادی توی روم شرقی یک پسری به دنیا میاد که اسمش رو نیکولاس میذارن. آدمای مرفهی بودن و حالا توی اون دوران آدمای ثروتمندی به حساب می اومدن و خیلی هم انگار برای به دنیا اومدن نیکولاس تلاش کرده بودن و زمانی که فرزندشون رو به دنیا میارن میگن که این فرزند هدیه‌ای از سمت خداست. ولی خب ما داریم درباره سال 270 میلادی حرف میزنیم. توی اون دوران خیلی بیماری بود و متاسفانه پدر و مادر نیکولاس هم هر دو یک مریضی میگیرن و با هم فوت میکنن. بعد از فوت پدر و مادر نیکولاس عموش سرپرستش رو به عهده میگیره که یکی از کشیش‌های معروف اون دوران بوده. و خب بهتون گفتم دیگه نیکولاس پدر و مادر ثروتمندی داشته. وقتی به یک سنی میرسه عموش تمام ثروت رو به نیکولاس میده و نیکولاس هم با این ثروتی که به دست آورده بود به افراد نیازمند کمک میکرده و زمانی هم که
بیکار بوده برای بچه‌ها عروسک درست می‌کرده. تا اینکه یه روز یک مردی که 3 تا دختر داشته از روی فقر می‌خواسته دختراشو به عنوان برده بفروشه. نیکولاس حالا این داستان رو میشنوه و میره از طریق دودکش برای این خانواده 3-4 تا سکه میندازه. پدر این 3 تا دختر خیلی آدم مذهبی بوده. وقتی که این سکه ها رو میگیره میگه که این یک هدیه از سمت خدا بوده و خب بعد از اون تو شهر کلا پخش میشه. بعد از اون قضیه نیکولاس مشغول میشه به اینکه بره بگرده دنبال آدمای نیازمند و از این طریق بهشون کمک کنه، چون اون موقع اینکه تو بخوای به صورت مستقیم به یکی کمک بکنی و خیلی بد میدونستن. برای همین نیکولاس میومد به صورت حالا مخفیانه به افراد نیازمند کمک میکرد. قدر این کمک کردن و پخش شده بود که مردم همشون کنار شومینه هاشون اومدن یک جورابی آویزون کردن که اگه نیکولاس براشون سکه انداخت سکه ها بره توی اون جوراب و گم نشه. الانم فکر کنم همتون دیده باشین، یعنی کنار شومینه هاشون جوراب آویزون میکنن، به خاطر همون قضیه است. و حالا بعد از یک مدت دیگه مردم خیلی داشتن شاخ و برگ بهش اضافه میکردن. اینجوری بودن که این شخصی که داره کمک میکنه یک قدرت‌های ماورایی داره، انسان نیست. و از همونجا دیگه افسانه بابا نوئل شکل گرفت. ولی خب این شخص واقعا وجود داشت و تا آخرین لحظه عمرش هم به نیازمندا کمک کرد. البته هویتش هم فاش شده بود همون موقع، یعنی از یه جایی به بعد متوجه شدن این شخصی که کمک میکنه نیکولاسه. ولی خب بعد از مرگش کلی افسانه‌های جدید هی بهش اضافه شد و ما الان بابا نوئل رو به عنوان سانتا کلاus میشناسیم، اما این اسم به اسم نیکولاس مقدس بود. شاعرها و نویسنده ها اومدن اسمش رو عوض کردن و الان چیزی که ما به عنوان بابا نوئل میشناسیم سانتا کلاus. خیلی چیز میز بهش اضافه کردن. اینجوری بودن که آره الان بابا نوئل توی قطب شمال زندگی میکنه و کلی کوتوله پیشش هستن که براش عروسک میسازن، این عروسک ها رو به بچه ها هدیه بده و خانواده ها هم همش به بچه هاشون میگن که بچه خوب باشی، کار خوب انجام بدی، بابا نوئل برات هدیه میاره. تصویری که ما از بابا نوئل داریم یک شخص توپل با لباس قرمز و کلاه سفید قرمز. این شخصیت از کجا اومده؟ اینو کوکاکولا درست کرده تو سال، الان بهتون میگم، تو سال 1931 کوکاکولا میاد یه تبلیغاتی درست میکنه برای برند خودش. چقدر تبلیغاتش به نظرم خوب بوده. میاد برای برندینگ خودش از بابا نوئل استفاده میکنه و اولین بار کوکاکولا بوده که میاد بابا نوئل رو یک آدم توپلو که لباس قرمز و کلاه قرمز سفید داره نمایش میده و از همون موقع بعد مردم خیلی از این تصویری که کوکاکولا درست کرده بود از بابا نوئل خوششون اومده بود و دیگه از سال 1901 به بعد تا الان مردم همچنان از این تصویر استقبال میکنن و هنوز هیچ چیز دیگه ای نتونسته جایگزین تبلیغ کوکاکولا بشه. و حالا کلمه بابا نوئل که ما استفاده میکنیم از کجا اومده؟ این کلمه از فرانسه اومده. فرانسوی‌ها میگن پر نوئل، پر نوئل، حالا اگه درست تلفظ کنم که میشه پدر کریسمس. و خب اومد دیگه کم کم اومد تو ایران و ما میگیم بابا نوئل. و جالبه بدونین که بچه‌ها تا سن مثلا 10-12 سالگی، البته الان که بچه‌ها خیلی باهوشن ولی خب قدیمو دارم میگم، تا سن 10-12 سالگی فکر میکنن که بابا نوئل واقعا وجود داره و هدیه هایی که شب کریسمس دریافت میکنن از سمت بابا نوئله. حتی خیلی از پدر و مادرها شب 24م یه سری کوکی و شیر میذارن و به بچه‌هاشون میگن که آره ما اینا رو برای بابا نوئل میذاریم که میخواد کادو بیاره، این شیر و کوکی رو بخوره و بعد بره. حالا پدره یا مادره میرن شیر و کوکی رو میخورن و یکم هم مثلا برف میارن تو خونه و باهاش جای رد پا درست میکنن که آره دیشب بابا نوئل اومد براتون هدیه آورد، شیر و کیک خورد و رفت. خیلی به نظرم پر و بال میدن و شور و اشتیاق دارن. البته همه هم این کارو نمیکنن ولی خب یه سری‌ها این کارا رو انجام میدن. بیرون هوا خوب بود، گفتم که ادامه ویدیو رو بیام بیرون بگیرم. بابا نوئل رو کامل توضیح دادیم و گذاشتیم کنار. یه شخصیت دیگه هم هست که مثل بابا نوئل معروف نیست اما در مقابل بابا نوئل و اسمش کرامپسه. این شخصیت میشه گفت چهره تاریک بابا نوئل میشه، اون قسمت تاریک بابا نوئل. و بخوام از نظر ظاهری بهتون بگم، حالا عکسش هم میذارم اینجا، به نظرم چهره خیلی وحشتناکی داره.
نصف بز و نصف انسانه، میشه مثل محمد قلی خودمون. اینجوری که وقتی کار بدی میکنیم میگن که آره الان محمد قلی میاد و دعوات میکنه، اینا هم اینجوری خانواده ها به بچه‌هاشون میگن که اگه کار بد بکنی امسال بابا نوئل نمیاد و کرامپس میاد و تنبیهت میکنه. ولی خب حالا ما میخوایم بدونیم که این شخصیت اصلا از کجا اومده، ریشش چیه. همونجوری که برای بابا نوئل رفتیم گشتیم و دیدیم که یه شخصیت واقعیه، آیا کرامپس هم یه شخصیت واقعیه؟ خب قاعدتا نه، چون افسانه است. نصف انسان نصف بز همچین چیزی وجود نداشته. ریشه کرامپس از آلمان میاد و اینکه چون ما خیلی درباره کرامپس نشنیدیم به خاطر اینه که اصلا توی آمریکا شهرت نداره، بیشترین معروفیتش توی اروپای مرکزی. اما خب بابا نوئل کجا، کرامپس کجا؟ در صورتی که مثلا کرامپس همون میشه گفت ساید ترسناک و وحشتناک بابا نوئل، اما اصلا به اندازه بابا نوئل معروف نیست اصلا. کرامپس ابتدا یه بخشی از مراسمات بتپرستی انقلاب زمستونی بوده و خب ژرمن ها انقلاب زمستونی رو جشن میگرفتن و خیلی براشون مهم بود. کلا انقلاب زمستونی تو همه فرهنگ‌ها و کشورها مهمه و جشن گرفته میشه. حالا انقلاب زمستونی چیه؟ این من یه توضیح خیلی کوتاه میدم. یک روز توی سال هست که توی نیمکره شمالی که محور زمین به دورترین فاصله از خورشید متمایل میشه و ما توی اون روز کوتاه‌ترین روز و بلندترین شب رو داریم. این میشه انقلاب زمستونی که خیلی‌ها جشن میگیرن، حتی خود ما هم جشن میگیریم به عنوان شب یلدا. و بعد از انقلاب زمستونی کم کم دیگه روزا طولانی تر میشه و به صورت کلی زمین به سمت گرم شدن میره. حالا نه اینکه مثلا از فرداش هوا گرم باشه، نه، چون خیلی از برف و بارون ها هم بعد از انقلاب زمستونی اتفاق میفته. به صورت کلی میگن که به سمت گرمتر شدن میره زمین. اما یک معنی دیگه هم داره، معنی پیروزی نور بر تاریکی. یعنی اگه مثلا انقلاب زمستونی همه جا جشن میگیرن به خاطر اون معنی مفهومیشه که همه جشن میگیرن. خورشید و منجی خودشون میدونستن و وقتی که روزها طولانی تر میشه یک نشونه از مثلا پیروزی خورشید بر تاریکی، تولدی دوباره، همچین چیزی میدونن. حتی شب یلدایی هم که ما جشن میگیریم ریشه در همین انقلاب زمستونی داره و توی ایران باستان زرتشتی ها جشن میگرفتن و یک رویداد و مناسبت بسیار مهم بود براشون. البته که ما امروز هم یلدا رو جشن میگیریم، اما بهتره که دلیلش رو بدونیم، چون نیاکان ما زرتشتی ها خیلی براشون مهم بود این رویداد. نماد پیروزی نور بر تاریکی به نظرم خیلی جالبه، اینکه مثلا همچین چیزایی رو جشن میگرفتن. حالا داشتیم درباره کرامپس حرف می‌زدیم، ولی توی اروپای مرکزی به شدت کرامپس معروفه. حتی یک روز توی دسامبر دارن که کرامپس رو جشن میگیرن، یعنی مثلا کاستوم هایی که شبیه به کرامپس رو میپوشن و میرن بیرون جشن میگیرن. یکی از دلایلی که شاید اگه کرامپس خیلی معروف نیست به خاطر تلاش های بیوقفه کلیسا بوده، چون نمیخواسته که اصلا این شخصیت معروف باشه و حتی اونو فرزند شیطان میدونن. مراسمات بت پرستیشون میاد که کرامپس رو فرزند شیطان میدونن. حالا اگه شما به شخصیت کرامپس علاقه دارین و میخواین بیشتر بدونین، یه فیلم هست، من دیدم این فیلمو، نمیتونم امتیاز خیلی خوبی بهش بدم، ولی اگه علاقه دارین به این شخصیت، چون یه چیزایی میگه که با این شخصیت بیشتر آشنا بشین، میتونین ببینین. ارزش یک بار دیدن رو داره به نظر. و یه چیز دیگه میگن که کرامپس توی روزهای طوفانی میاد و کلا من به این چیزا خیلی علاقه دارم، به این چیزایی که مثلا میگن که آره این تایم توی این زمان این اتفاق بیفته، این شخص مثلا میاد، با اینکه تو میدونی اون شخصیت خیالیه ولی بالاخره 1% هم به این فکر میکنی که اگه خیالی نباشه چی، اگه مثلا الان طوفان اومد اون بیاد چی. اینو خیلی دوست دارم و خیلی برام جالبه. حالا اگه دوست داشتین توی شب‌های بارونی، شب‌های سرد، حالا اگه هم شهرتون برفی بود حتما توی شب‌های برفی فیلمو ببینین که واقعا بترسه. فیلمش به صورت کلی اصلا ترسناک نبود، ولی خود شخصیت کرامپس شخصیت ترسناکیه. اصلا ظاهرش نصف بز نصف انسان خیلی ترسناکه به نظرم. خب ویدیوی ما تقریبا تموم شد، ولی دوست داشتم که یک فیلم هم بهتون معرفی کنم. بچه‌ها اگه نمیترسین تو فضای تاریک ببینین، ولی اگه میترسین لطفاً همه چراغا رو روشن کنین، چون نمیخوام خدای نکرده
حالا باعث ترستون بشه، اینکه نتونین بخوابین، کابوس ببینین. پس اگه میگم چراغا رو خاموش کنین و تو فضای تاریک ببینین، دارم با کسایی که مثل خودم هستن حرف میزنم، چون من خودم اینکه بترسم و دوست دارم. اینکه یک فیلمی منو بترسونه باعث خوشحالی میشه و اون حس ترس رو دوست دارم. اما اگه شما واقعا ممکنه کابوس ببینید یا توی روحیتون تاثیر میذاره، لطفاً اصلا فیلم ترسناک نبینید. حالا اگه میخواین ببینین، روز ببینین، اصلا تو فضای تاریک نبینین. خب حالا بریم فیلممون رو معرفی کنیم. A Christmas Horror Story. بچه‌ها این فیلم یعنی یکی از اولین فیلم ترسناکایی بود که من دیدم. فکر میکنم ابتدایی بودم این فیلم ترسناک رو دیدم و واقعا هم ترسیدم، هم یکی از اون فیلمایی بود که منو علاقه‌مند کرد به این ژانر. داشتم فیلم کریسمس هارر استوری رو تعریف می‌کردم که گفتم 3 تا روایت مختلفه. اولین روایت درباره دختریه که با 2 تا از دوستاش میرن توی یک مدرسه‌ای که اتفاقات حالا فراتبیعی افتاده بود و به صورت مخفیانه. اصلا اون قسمت مدرسه مثلا بسته شده بود که هیچ کس اونجا نره، ولی اینا به صورت مخفیانه و یواشکی بدون اینکه به کسی بگن میرن توی اون قسمت که گزارشی تهیه بکنن و خب حالا دیگه بقیه‌شو نمیگم که اسپویل نشه. دومین داستان درباره یک زن و شوهریه به همراه بچه مثلا فکر کنم 3-4 سالشون که میرن به یک قسمت از جنگل که ممنوع بود و هیچ کس حق ورود به اون قسمت رو نداشت. میرن به اون قسمت تا بتونن یک درخت خوب برای کریسمس تهیه بکنن، یه درختی بگیرن. اونجا یه اتفاقی میفته. سومین داستان درباره یک پدر و مادریه که به همراه 2 تا فرزندشون میرن به عمه پدره سر بزنن، چون پدره با عمش یه کاری داشته، یه صحبتی داشته و شب کریسمس اینا حرکت میکنن. خونه عمه هم خیلی دور افتاده بود و اینا میرن سر میزنن و حالا اونجا یه اتفاق میفته. همه این اتفاقا هم دقت کنین که تو شب کریسمس میفته و همینه که این فیلمو ترسناک کرده. چون من خودم وقتی که این فیلمو دیده بودم اینجوری بودم که یعنی شب کریسمس انقدر وحشتناکه و اتفاقای ترسناکی میفته. توی این فیلم هم کریسمس هارر استوری کرامپس هست، بابا نوئل هست، جدا از بحث ترسناک بودنش، چون همه جنبه های کریسمس رو داره بهتون نشون میده با یه حالت ترسناک. تو شب‌های زمستونی، شبی که هوا سرد باشه، دیدن این فیلم ها خیلی باحال تره. خب خب بچه ها گفتن که تولدم امروز و اینم کیکمه، قراره با هم جشن بگیریم. حالا قبل از این که بخوام شمع رو روشن کنم و اینا، خواستم درباره سورپرایز بگم. سورپرایزمون اینجوریه که خیلی دوست داشتم که بتونم به تعداد بیشتری هدیه بدم. تصمیم گرفتم به 10 نفر از شماهایی که چنلم رو سابسکرایب کنین و زیر همین ویدیو کامنت بذارین هدیه بدم. حالا هدیه‌ام بهتون میگم بعدن که چیه. احتمال خیلی زیاد توی همین هفته 10 نفر رو انتخاب میکنم و هدیه ها رو براتون ارسال میکنم. حالا شمع رو روشن کنم و با هم جشن بگیریم و البته دوست دارم که سنم رو شما حدس بزنین. حالا دوست نداشتم خودم بگم چند سالمه، میتونین تو کامنت ها سنم رو حدس بزنین. قبلش باید آرزو کنم. نمیدونم چه آرزوی کنم. بذار فکر کنم. آرزومو که نباید به شما بگم، باید بگم. اگه قابل گفتنه دوست دارم که سال بعد که قرار تولدمو جشن بگیرم یکم خانواده‌مون بزرگتر بشه و همین. دوست دارم که بتونم یه یوتیوبر موفقی بشم. آره. خب مرسی تولدم هم مبارک. و آره خیلی خوشحالم که چنل رو شروع کردم واقعا و دوست دارم که حالا تا سال بعد بتونم واقعا موفق بشم و مرسی که حمایتم میکنین و هستین. همین دیگه. و سنم هم حدس بزنین لطفا. مرسی سنم هم حدس بزنین. خب بچه ها من
اول این غذای کریسمسمونه. حالا من بهتون بگم که مدل ویدیوهای ما اینجوریه که درباره هر موضوعی که حرف میزنیم غذای مربوط به اون موضوع رو هم آماده میکنیم و تستش میکنیم. یعنی تو حجم کم ما درست کردیم چون جشن خاصی برای کریسمس نگرفتیم که بخوایم یه بوقلمون گنده رو آماده کنیم. بر همین یه تیکه بوقلمون گرفتم. برای همین ما یه تیکه بوقلمون گرفتیم و حالا خواهرم آماده کرده با پوره سیب زمینی. غذای کریسمس توی کشورهای مختلف چیزای مختلفه، اما به صورت کلی غذای اصلیشون بوقلمونه. در کنار بوقلمون میان مثلا از سالاد سوسیس یا آب گوشت و خیلی چیزای دیگه، ذرت و خیلی چیزا داره، ولی من فقط میخواستم که از غذای اصلیشون استفاده کنم و یک نمره هم بهش بدیم. پوره سیب زمینی که خب همون پوره سیب زمینیه و بوقلمون به نظرم، البته من قبلا هم تست کرده بودم، به نظرم تقریبا هم مزه با مرغه، ولی از مرغ خوشمزه تره. نظر من طعمش از مرغ بهتره. من که نخورم ولی مرغ ترجیح میدم. یه بوقلمون گنده میگیرن و از صبح مثلا تمدارش میکنن میذارن تو فر تا شب و خب احساس میکنم اون باید خیلی خوشمزه باشه، ولی به نظرم به صورت کلی خوشمزه است. و نمره چند بدم؟ 6. ویدیو امروزمون تموم شد. حتما بچه‌ها سورپرایزی که بهتون گفتم و یادتون نره، احتمالاً توی همین هفته هدیه‌هاتون رو براتون بفرستم و دیگه چیزی نمونده. قراره چند تا شورت ویدیو هم تو همین هفته آپلود کنم که فیلم‌های کریسمسی بیشتری رو میخوام بهتون معرفی بکنم، پس حتما حواستون باشه که شورت ویدیوها رو هم ببینین. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودین. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.